صدای تیر و توپ در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان دوباره بلند شد. در بعضی از گوشه‌ها دود به هوا پیچید. دوشنبه و بشکک یکدیگر را به آغاز حمله با هر نوع سلاح به قلمرو خود در اسفره و بادکند گناهکار کردند. آژانسی ریترز خبر داد که در جنگ 16 سپتامبر یک ساکن اسفره کشته شد. جانب قرقیزستان از زخمی شدن 31 نظامی و افراد ملکی در بادکند خبر داد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت طرفدار طریق آسایشته و با راه‌های دیپلماتی حل کردن قضیه است و ادعا کرد که بشکک پیشنهاد آتش‌بس را نمی‌پذیرد. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان برعکس این را گفت و با ادعای عمل‌های غیرقانونی و تخریبکارانه به سفیر تاجیکستان در بشکک نوت‌های اعتراضی داد. در حالی که جنگ لفظی مقامات دو کشور ادامه دارد، ساکنان در اسفره میگویند تیرپرانی هنوز بس نشده است. برعکس با گفته آنها مقیاس زد و خورد وسیع‌تر می‌شود. مقامات قرقیزستان گفتند ساکنان منطقه‌های نزد مرزی را به جای امن می‌کوچانند. تاجیکستان در این موضوع چیزی نگفته است، ولی در بعضی نوارها مردم از نقطه‌های درگیری به جای آرام‌تر می‌روند. زد و خورد نو در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعد 2 روز تیرپرانی بین بادکند و اسفره سر زد. در آن حادثه 2 مرزبان تاجیک کشته و از هر دو جانب چندین نفر زخمی شدند. جنجال بر اثر قطعه‌های نامعین سرحد است که تاجیکستان و قرقیزستان خود را صاحب آن می‌شمارند ولی سالها باز به سازش نمی‌رسند. سرحدی که سالها بین دو کشور باز و یک راه مهم واردات و صادرات مال بود، ولی بیش از 1 سال باز بسته است.